این کول رو اومدیم چک کردیم، دیدیم که گیجاش پایینه. متوجه شدیم که گاز خالی کرده. سیستم خیلی وضعیت خوبی داره، یعنی تقریبا نوع. بعد یه کول رو کاور میکرده که سرما نمیورده دیگه، که بعد متوجه شدیم گاز نداره. اومدیم چک کردیم، دنبال همینجوری که دنبال چیز میگشتیم، لیک میگشتیم، همینجوری دست دادیم دیدیم اینجا چربه. بعد زدیم که بعد از اینجا باشه، ولی همه پایپا خشک بود، همه چرب نبود، ساین از لیک نمیدیدیم. بعد متوجه شدیم که اینجا یه پایپ، اینجا این زیر میگرفته به این رابره، به این کاور وایرا، و هم کاور وایرا به اصطلاح خوردگی پیدا کرده، هم این زیر رو به اصطلاح چیکار کرده، خورده پایپا. یعنی میخوام بگم که چقدر مهمه که این پایپا بعضی وقتا باید مواظب باشید که چیز نکنه، که به هم به جایی نگیره، حتی به یه چیز نرمی مثل این رابر داره میگیره. این خودش مثل یه سنباده عمل کرده و این پایپ خورده، هم خودش رفته، هم این پایپ چون هات گس هم بوده، گاز داغ بوده. الان دست میزنم قشنگ یه گودی زیرش سوراخ شده و تمام گاز از اینجا رفته و این ساین مثلا روغنه که باید همیشه توجه کنید. گفتم که این یه ویدیو کوچولوئه که خیلی سریع و راحت و گاهی اوقات با این علائمی که هست که روغن ریخته، پاشیده، گرد و غبار گرفته، میتونید که لیک رو پیدا کنید بدونی که حتی بخواید نیتروژن بزنین اول کار و نیتروژنتون رو مصرف کنین که لیک به اصطلاح پیدا کنه. الان ما اینو جوشش میدیم، بعدش هم با نیتروژن دوباره فشار میزنیم، تست میکنیم. اگه اوکی بود، فشار نگه داشت، جای دیگه لیک نبود، دیگه وکیوم و چارج گس.